دختری که بعد از 25 سالگی هنوز نتونسته مستقل بشه روی پای خودش بایسته، یه خونه و یه ماشین داشته باشه، چرا میاد زندگی رو بیشتر خراب میکنه و باهاش مدرانه میشه؟ میدونم خیلی ممکنه با این حرف من مخالف باشن و ازش خوشش نیاد، ولی خب به نظر شخصی من دختره داشت راست میگفت. نه واسه این که من طرفدار وینی ام و ولنده تو اینجور چرت و پرتا، نه به هیچ عنوان. ولی خب یه ذره فکر بکنی اون دختر بدبختم با هزار آرزو میاد زنه بنده خدایی میشه و از اون بدتر مردیه که جلوی زن و بچهش افسرده بشه یا شکسته بشه. فرض کن تو یه آدمی که تازه ازدواج کردی 40-50 تومن هم پول داری و نمیتونی یه خونه بگیری که زن و بچه تو دستشو ببری پیشش، که ببری داخلش یه سرپناه داشته باشن. این خیلی آدمو زور میده. و از اون بدتر که واقعا عذاب آوره اینه که بچت فقیر به دنیا بیاد، باخل حسرت باشه و این واقعا درد داره. من نمیدونم چجوری اینو بگم. شاید هم من تجربم خیلی کمتر از شما، شاید شما واقعا راست میگید و من دارم اشتباه میکنم، نمیدونم. ولی خب خود من که مثلا از 7 صبح تا 7 شب کار میکنم ولی آخر ماه میبینم نمیتونم 2 تا از لباس خوب واسه خودم بگیرم، واقعا عذاب آوره، واقعا درد داره. فکر کنشو بکن بچت نتونه 2 دست لباس بگیره یا خیلی از چیزا واسش آرزو باشه، یا از اون بدتر خود تو جلوی زن و بچه شرمنده بشی. چون واقعا این که بخوای مثلا یه دختر رو بگیری فقط این نیست که بگیریش ازدواج کنی تمام، بلکه باید تازه آغاز مسئولیته. باید خرج اون رو بدی، خرج بچهش رو بدی، لباسش رو تامین کنی، سرپناهش رو تامین کنی. همه اینا هستش که متاسفانه همه اینا هم خیلی هزینه داره و از اونجایی که من مجرد تنهایی نمیتونم از پس خرج خودم به زور برمیام. باور کن من الان با اینکه این همه کار میکنم آخر ماه 8 گرون 9 همه نمیدونم چیکار کنم و واقعا نمیتونم. مثلا حالا خود من اینو دارم میگم، خود من بازم دارم میگم، واقعا میترسم دست یه دختر رو بگیرم بیارم وارد زندگیم، چون واقعا نگرانشم، هم نگران اون هم نگران آرزوهای خودم. میترسم نتونم برآوردش کنم، نه خوشبختی اون و نه خوشبختی خودم و نه خوشبختی بچم. به این دلیل من با حرفای این زن موافقم. حالا درسته این دختره یه ذره بد گفت، ولی خب مردی که نتونه آرامش بچه‌شو زنشو فراهم کنه خیلی بهش فشار میاد، واقعا فشار میاد و الان تو این وضعیت خیلی سخته. این حرف منه. حالا اگه شما نظر مخالفی دارید نظر شما محترمه، ولی خب خود من خیلی میترسم. دروغ چرا؟ میترسم آقا فردا ازدواج کنم، فردا بچم فلان چیزو بخواد، دوستاش داشته باشه، من نتونم بگیرم. یا اینکه آقا جون من زن و بچم داخل خیابون بمونن. چرا؟ چون من پول پیشم کافی نیست که یه سقف خونه واسهشون بگیرم. این ترس منه و از اینکه وارد رابطه بشم. حالا بقیه رو نمیدونم. نظر شما محترمه. به این دلیل من باش موافقم دیگه. این تمام چیزی بود که میخواستم بگم. میدونید واقعا بعضی جاها که گیر کردم یا اشتباه گفتم یا همچین چیزی رو واقعا معذرت میخوام، چون این چیزی بود که تو قلبم بود و من به محض دیدن این ویدیو اومدم جلوی دوربین و حرف دلم رو گفتم. چیزی نبود که مثلا بنویسم اشتباهی هاشو پاک کنم لاک غلط گیر بگیرم و همچین چیزی. نه، من این ویدیو رو دیدم اومدم هر چی که تو ذهنم بود تو قلبم بود و گفتم دیگه. حالا نظر شما محترمه، این نظر منه. بازم اگه جای بد شد یا خیلی بد بود متاسفم. خداحافظ.